بسم الله الرحمن الرحیم. امید که خوب و صحتمند باشین. به هفتمین جلسه از درس های ویندوز مربوط به کانال تکنولوژی خوش آمدین. خب در این ویدیو به ادامه درس های گذشته بخش ساوند یا صدا صحبت میکنیم. فکر کنم اجازه بدین. دیسپلی را روز قبل در ویدیو قبل ما سرش در این موضوع صحبت داشتیم. امروز میایم سر ساوند. در این ویدیو سر ساوند صحبت میگیریم. این ما در وقتی بالای ساوند میایم، ساوند صدا دو بخش داره، یک اوتپوت، یک اینپوت. اوتپوت خروجی، اینپوت ورودی یا داخلی. قسمت اوتپوت شما میتونید اسپیکر یا هدفونتون رو انتخاب کنین. قسمت انتخاب است که یک اسپیکر ما دارم. قسمت دیوایس پراپرتیز میتونید تغییر نام بتونم این اسپیکرتون خواستین، میتونین دیسیبلش کنین، غیر فعال کنین، اسپیکرتون غیر فعال میشه. اسپیشال ساوند چی میکنه؟ این صداهای مجازی. اسپیشال ساوند صدای مجازی است، صدای 3D سه بودی. شما میفهمید که صدای عادی کامپیوتر ما صدای دو بودی است، اما اسپیشال ساوند صدای مجازی. اینجا از این قسمت میتونید مایکروسافت برای خاطر هدفونا صدای مجازی ایجاد کرده، ویندوز فور هدفونز، اما این استفاده عادی نداره. مثلا شما یک ویدیو رو میبینید، یک آدیو رو گوش میکنید، یا یک در یوتیوب یک ویدیو تماشا میکنین، این ضرورت ما صدای دو بیدی را میبینیم. اما اسپیشال ساوند در کجا استفاده میشه؟ اسپیشال ساوند مثلا برای گیمرهای حرفه‌ای، مثلا بخواین در گیم صدای که از دور است، خصوصا مثلا در گیم های جنگی که است، صدای دشمن از دور بشنوید، مثلا در اتاق بالا باشه یا از پشت سر بیایه، اونجا می صدای تریدی خلق میکنه، صدای از دور، از صدایی که از دور است میشنوید. یا مثلا در فیلم های گرافیک بالا اسپیشال ساوند وقتی فعال میکنیم حس میکنیم ما در سینما وجود داریم. در سینما چی داریم؟ حضور داریم. این حالی استفاده عادی نداره. اگر شما در این مسائل نیستین، میتونین این را آف کنین. اگه آن کنین کیفیت صدایتان چی میشه؟ پایین میاد. این مسئله. خب بعد از اینجا از این قسمت شما میتونید صدایتون رو کمی زیاد کنید. هم در این قسمت میتونید کمی زیاد کنید، هم در قسمت اکشن سنتر هم هست، از این طریق میتونید صدا رو کم زیاد کنید. ترابل شوت، دوستا چی میگن ترابل شوت؟ اگر صدایتون یا اسپیکرتون مشکل سافتیری داشته باشه، مشکل هاردوری نه، این ترابل شوت میکنه. ترابل شوت یعنی مشکلش یا مشکلش حل میکنه یا براتون یک راهنما میده. البته بعضا به اینترنت چی داره؟ ضرورت داره. خب در قسمت ترابل شوت گرفتین چند بار. خب با ما یک ویندو باز میشه. خب we are here to help. و شما چی میکنه؟ کمک میکنه. اینجا گفته است هیچ کدوم مشکل وجود نداره. بعد از یک چند سوال از شما میکنه، سوالا رو جواب میتین براتون. اگر چون اسپیکر میکنه مشکل نداره، اگر اسپیکر شما مشکل داشت، مشکلشون جزئی بود براتون حل میکنه یا براتون راهنمایی میکنه. البته بعض مشکلات نیاز به اینترنت داره. قسمت کانتکت سپورت هم براتون آورده. ترابل شوت کارش هم است. خب در قسمت منیج ساوند دیوایسز شما میتونید ورودی های صدا را به حساب دستگاه های ورودی و دستگاه های داخلی را چی کنین ببینید. از این قسمت میتونید تست هم کنین. مثلا که اسپیکر ما جور است یا نه، تست میبینید صدا را شما میبینید. قسمت دسیبل میتونید صدا را کلا چی کنین؟ دسیبل کنین که ضرور نیست. قسمت بعدی ما میتونیم قسمت انپوت است. اینجا شما میتونید مایکروفون تون انتخاب کنین. پایین تر میایم. خب اینجا تست یور مایکروفون زن، چون ما در حال ریکارد هستم. این چی میکنه؟ مایکروفون ما چک میشه. در قسمت دیوایس پراپرتیز اینجا شما میتونید مایکروفون تون تغییر نام بدین. دسیبل میتونید دسیبلش کنین یا مثلا صداش کمی زیاد کنین. استارت تست میتونید تست کنین. چی از اینجا میشه تست شوه و از قسمت دیگه هم میتونید تست کنین. قسمت پایین، قسمت پایینی که صدای چون در ریکارد است کم زیاد میشه. خب قسمت آخری بخش ساوند چیز؟ ادوانس ساوند آپشنز. در قسمت شما میتونید صدای کامپیوترتون کم زیاد کنین. مثلا بخش آوتپوت باشه
یا بخش اسپیکر باشه، بخش میکروفون باشه، صداش تنظیم کنین، یا مثلا صدای سیستم ساوند و صدای خود ویندوز مثلا در بخش نوتیفیکیشن یک صدا میته یا رو کم زیاد کنین، بخش پیام خصوصا، یا مثلا صدای ریکارد کم زیاد کنین، ریست کنین، کلش به حالت اولی میبره. خب این بود دوستان بخش ساوند. روز دیگه در بخش نوتیفیکیشن و اکشن صحبت میکنیم. سوالات پیشنهاداتتون رو میتونید در بخش کامنت بگذارید. تا ویدیوی بعد الان نگهدار.